مستحقان زکات. شرع حنیف در رابطه به توزیع اموال زکات کارها را بدون انضباط نگذاشته است، به طوری که الله تعالی آنها را به طور حصری در این آیه تذکر داده است. صدقات یعنی زکات برای فقرا و مساکین و کارمندان زکات و مؤلفة القلوب و آزادسازی بردگان و بدهکاران و مجاهدین و مسافری که ارتباط او با شهرش قطع شده فرضی است از جانب الله تعالی و الله دانای حکیم است. توبه آیه 60. نخستین گروه مستحق زکات فقرا هستند، جمع فقیر، و فقیر کسی که چیزی ندارد تا نیازمندی‌های خود و خانواده‌اش مانند خوردنی و نوشیدنی و پوشاک و مسکن را برآورده سازد. و دومین گروه مستحق زکات مساکین هستند، جمع مسکین، و مسکین کسی است که مقدار نیمه و یا بیشتر از نیمه کفایتش را دارد، مانند کسی که 100 دارد و نیاز به 200 می باشد، برایش به مقدار کفایت او و خانواده‌اش به مدت 1 سال پرداخت می شود. و سومین گروه کسانی هستند که برای جمع آوری زکات و توزیع آن به مستحقینش از سوی ولات امر تعیین می شوند. چهارمین گروه مؤلفة القلوب هستند، یعنی سرورانی که در میان اقوامشان نفوذ دارند و با دادن عطایا امید مسلمان شدنشان می رود و یا از شر آنها در امان می شوند، و یا مسلمانانی هستند که ایمانشان قوت می گیرد و یا در برابر دشمنی از دشمنان مسلمانان به دفاع می پردازند. برای آنها از زکات به مقداری که دلهای آنان را به اسلام تمایل دهد پرداخت می شود. و پنجمین گروه کسانی هستند که الله سبحانه و تعالی به آنها چنین اشاره نموده است: و فی الرقاب، که مراد از آن آزادی بردگان است، تا باشد هر یک از آنها آزاد شود و عضو نافع در جامعه گردد و نیز بتواند الله تعالی را به صورت کاملتر پرستش کند. و همچنین پرداخت پول برای آزادسازی اسیران مسلمان از همین باب است. و ششمین گروه قرضداران یعنی بدهکاران می باشند که 2 نوع هستند: 1 کسی که بر وی دینی است به خاطر نیازمندی خودش، اگر فقیر بود به مقدار کفایت پرداخت قرضش از زکات برایش داده می شود. 2 کسی که متحمل دین و قرضی شده برای صلح میان 2 گروه مسلمان، برایش از زکات به مقدار کفایت پرداخت دینش داده می شود، هرچند که ثروتمند باشد. و گروه هفتم مستحقین زکات کسانی هستند که برای آنها نیز به مقدار کفایت مصارف جهاد در راه الله پرداخت می شود. همچنین مخارج بسیاری از فعالیت‌های دعوت که جهاد در راه الله به شمار می رود نیز از همین باب پرداخت می شود و مدرکی دیگری برایش وجود ندارد. و گروه هشتم و اخیر مسافری که ارتباط او با سرزمینش قطع شده و مالی هم ندارد، برایش از زکات همان مقداری داده می شود که او را به سرزمینش برساند، هرچند که در آنجا ثروتمند باشد. و زکات برای غیر از این 8 گروه یاد شده به دیگری پرداخت نمی شود، هرچند که از وجوه نیکوکاری و احسان باشد، مانند بنای مساجد و مدرسه ها و بیمارستان ها و غیره که می شود از صدقات در آن خرج کرد. علما تأکید کردند که در هنگام پرداخت زکات شرط نیست تا برای همه گروه های 8 گانه باشد، بلکه پرداخت به یک گروهی از آنها هم کفایت می کند. و برای ثروتمندان و انسانهای تندرستی که توان کار کردن را دارند پرداخت زکات جایز نیست، به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند: برای ثروتمند و تندرستی که توان کار کردن را دارد در آن سهمی نیست. دادن زکات برای پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، فرزندان و فرزندان فرزند جواز ندارد و همچنین برای همسر نیز جواز ندارد، زیرا که نفقه همه آنها بر مسلمان واجب است. همچنین برای کافرانی که غرض از پرداخت زکات به آنها
تمایل دلهایشان به اسلام نباشد، دادن زکات بر ایشان جواز ندارد، به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند از ثروتمندانشان گرفته می شود و به مستمندانشان داده می شود، یعنی مسلمانان. و زکات برای آل بیت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر عزت و شرافتشان جایز نیست، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودند این صدقات شرک‌های مردم می باشد که برای محمد و خاندان محمد حلال نیست.